السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز و ارجمند، در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می‌گردد. مقامات به آتش غضب مردم روغن می‌ریزند. بازداشت 6 معترض خراسانی. وفات ساکن شهر کولاب که خودش را در نزد بنای ریاست مالیه اول با کارد به شکمش زده، روده‌هایش را بریده، سپس به سرش مواد زوددرگیر ریخته خود را آتش زده بود. گوشتینگ و زنازنی 3 منصبداری بلندپایه ناحیه مسچاه در پیش چشم مردم. بانک های تاجیکستان با سفارش حکومت از کارت های مشتریانشان از 50 تا 100 سومانی برای آبادانی پول میگیرند. دادستان کلی تاجیکستان علیه 6 ساکن ناحیه خراسان که در اعتراض روز 17 می اشتراک کرده بودند پرونده جنایی باز کرده است. منبع پیام گفت دادستانی آنها را به تشکیل تظاهرات غیر قانونی ایبدار میکند. در همین حال طبق اطلاع منبع پیام بعد اعتراض ساکنان ناحیه خراسان 22 روز قبل در 17 می بیش از 30 نفر بازداشت و چند روزی نگاهداری شده، 10 نفر دیگر به مقامات احضار و بازپرسی شدند. گفتنی است 10 ساکن 2 دهه ناحیه خراسان که بر اثر آمدن سیل خانه و در و حتی زمین‌های خود را از دست دادند، روز 17 می به نشان اعتراض راه باختر دوشنبه را بسته بودند. رادیوی آزادی با استناد به منبعش در حکومت ولایت ختلان می نویسد که 4 نفر در بازداشت قرار داشته، 2 تن دیگر با شرط بیرون نشدن از ناحیه در آزادی هستند. این منبع گفته است که پرونده را مفتشان پروکراتور گنرالی تفتیش دارند. اینها بیشتر جوانانی بودند که در همان روز اعتراض اشتراک کرده مردم را گفتند که راه به دوشنبه را بندید. اما منبع پیام میگوید در اصل این 6 نفر آنهایی هستند که نتوانستند به رشوه جان خود را بخرند. دیگر بازداشت شده ها با پرداخت رشوه از 300 تا 1000 دلار از جوابگری آزاد شده اند. همین 6 کمبغلی که نه خودشان پول دارند و نه خویش و تبارشان که با آنها کمک کنند گناهگار برآمده اند. در اصل اینها نه تظاهرات را تشکیل کرده اند و نه بیشتر از دیگران کار انجام داده اند. رادیوی آزادی نام و نسب نفران بازداشت شده را نیز پیدا کرده است که عبارتند از محمد کریم حسنوف، محمد رجب خالوف و برادران حسین و کرامت الله حسینوف ها. به گفته منبع آنها ساکنان دهه نعمت الله اسدالله می باشند. یادآور می شوم در نتیجه سیلی که شام 14 می در ناحیه خراسان آمد، 1 نفر به هلاکت رسیده و 10 منزل ساکنان خراب شدند. مقامات شمار خانه های ویران شده را 10 عدد می گویند، اما ساکنان از خساراتی به مراتب بیشتر خبر می دهند. به گفته ساکنان در 2 جماعت زیاده از 50 چاروای مردم نیست شده، چند ماشین هم زیر خاک مانده است. تظاهرات مردم در خراسان به خصوص راهبندی آنها در چند سال آخر بی سابقه بوده، از خبرسازترین حوادث 1 ماه آخر تاجیکستان بود. در همین حال مقامات به همین حادثه مثل هر اعتراض دیگر با تندی برخورد کرده، نه تنها 10 نفر را بازداشت نمودند، بلکه با کوشش های مطبوعات برای دریافت خبر واقعی درباره حال ضرردیدگان واکنش های تند انجام دادند. از جمله یادتان باشد عبدالله غربتی، خبرنگاری از پلیس، از طرف 3 نفر که یکی خود را رئیس محله معرفی کرده است لطوکوب شد. 3 روز بعد از لطوکوب شدن روزنامه نگار، وزارت کارهای داخله اعلام کرد که بدون اجازت به خیمه ها سرخلاندن غربتی باعث لطوکوب شده است و او را در تجاوز به حریم ساکنان گناهکار دانست.
اتهامی که خود روزنامه‌نگار عبدالله غربتی صراحتاً رد میکند و میگوید به خیمه ها حتی نزدیک نشده است. فابریک جواب نیز در معرکه خیلی فعال بود و غربتی را به چندین جنایت متهم میکرد. حتی چند نفری بلندپایه فابریک لطوکوب او را طرفداری نموده دعواهای خنده‌دار علیه او کردند. از جمله همین سعدی مهدی دکانی فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان دعوا کرد غربتی حجت ندارد پس ژورنالیست نیست. تنها فشار بی‌سابقه جامعه شهروندی، واکنش شدید روزنامه‌نگاران داخلی و خارج بوده، اعتراض سازمان‌های زیاد بین المللی باعث شد مقامات از تصمیم خود مبنی بر گناهکار کردن خود عبدالله غربتی دست کشند. وگرنه امکان زیادی افشای پرونده علیه خبرنگار وجود داشت. همچنین معرکه گسترده طرفداری از تظاهرات مردم خراسان در شبکه‌های اجتماعی حکومت را وادار کرد بار اول در چند سال آخر کمک چشم رسه به ضرر دیدگان سیل رساند. ولی بازداشت 6 نفر اعتراضگران نشان می‌دهد که حکومت هرچند در بعض موقع‌ها عقب نشینی کرده است، در موقع‌های دیگر به سیاست زورگویانه‌اش ادامه می‌دهد. ظاهراً مقامات نه تنها قصاص شکست‌هایش در چند موقع دیگر را می‌خواهد در این سمت جبران کند، همچنین هنوز هم آماده نیست به مردم کمترین حق اعتراض قائل شود، هرچند قانون این حق را به مردم داده است. مقامات به کوچکترین اعتراض، حتی اعتراض‌های یک نفری و اظهار نظر انتقادی در شبکه‌های اجتماعی برخورد تند می‌کنند. از یک طرف شاید مقامات به این باور باشند که بازداشت 6 نفر در خراسان میتواند چشم مردم را ترساند و از اعتراضهای من بعدی در این شکل برای مدت پیشگیری شود. اما از طرف دیگر این اقدام خیلی بی‌انصافانه و ظالمانه مقامات میتواند باعث بالا رفتن روحیه اعتراض شود. بازداشت آنهایی که خانه و ماشین چاروایشان زیر خاک ماند، جای و پول برای زیستن ندارند، همسر و فرزندانشان در کوچه ها مانده اند، میتواند به هیزم کیها خشک شده و دود گرفته صبر مردم آتش اندازد. خود را نزد بینای حکومت اول کارت میزند، سپس آتش میزند ساکن کلاب. حالا دور نرفتیم، همین 2 روز حادثه 2 روزه نشان میدهد که صبر مردم در نهایت خود رسیده است و منتظر کمترین آتشکی است که به سوختار و همگیر تبدیل می شود. ببینید این بیچارگان خانه و در گم کردند، حولی و منزل گم کردند. یکی از شما به این حالت روبرو شد، چیکار خواهید کرد؟ خاموش می نشینید؟ ای منصبداران، انصافتان را خاک خورد. ای آنهایی که اینها را به حبس گرفته اید، یک بار به حالت اینها درآیید. همین روز اینها به سرتان آید چیکار میکنید؟ صدا بلند کنم جنابم راضی نمی شود، خفه می شود میگوید و سرخم و خاموش گنگ و کر میشینید؟ نه، گوش همه را کر میکنید. ما دیده ایستاده ایم. مسشاه دیدید چه خیل شد؟ حالا در خبر میگویند همکاران ما. یک نفر منصبدار را جریمه کردند، گوش مردم مسشاه را کر کرد، به گوشتینگیری آمد. شما انا همین خیلید. تنها برای جریمه. حالا خانه و درش، منزل و حولیش در خودش است. اینهایی که بردید زندانشان کردید، اعتراض برای آن کردن که شما انداز اینها را میستانیدید، انداز خانه و در اینها را میستانیدید. اما وقتی که خانه و در اینها برباد فلک شد، از حالشان خبر نگرفتید. وظیفه شما بود. او حق خود را طلب کرد. پس انتظار باشید که
این کردار شما، این رفتار شما بی جواب نخواهد ماند. این کار دور نمی رود انشاءالله. تماشابینان گرامی، برنامه ما ادامه دارد. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه به شما گزارش می‌دهد. ساکن شهر کلوب که روز 6 ایون خودش را در نزد بینای ریاست مالیه اول با کارد و شکمش زده روده‌هایش را بریده، سپس به سرش مواد زود درگیر ریخته خود را آتش زده بود. امروز 8 ایون ساعت 10:30 در بیمارخانه ولایتی رقم 2 شهر کلوب وفات کرد. از روی گفته طبیبان 95% بدن مرحوم از آتش آسیب دیده بوده است. در این باره نشریه پیک خبر داد. بنا به منبع خبر، عبداللایف ظریف زبیداللایویچ ساکن محله کهنه شهر جماعت ضربدار معروف به حاجی ظریف 2 روز باز در شعبه احیای بیمارستان ولایتی رقم 2 در کلاب قرار داشت، ولی طبیبان او را نجات داده نتوانستند. بعد رسانه‌ای شدن خبر خودسوزی حاجی ظریف گفته شده بود که این مرد یکی از باغچه‌های کودکانه کلاب را با مواد خوراک تأمین می‌کرد و جهت قرضدار ماندن از پرداخت حق مواد خوراک جان به لب آمده است. بنا به اطلاع خبرگزاری ازیا پلوس، عبداللایف صاحب نانوایخانه بوده است. اما رادیوی آزادی نوشت که 2 ماه پیش عبداللایف مفلس شده است، ولی ریاست مالیه پولی که او برای رسانیدن غذا به مؤسسه‌های تا مکتبی صرف کرده بود برنگردانده است. طبق معلومات رسانه‌ای شده، اداره مالیه گویا به او وعده داده است که تأمینات را از حساب خود انجام دهد و بعداً پولش را می‌دهند. حاجی ظریف از پول قرض مؤسسه‌های تا مکتبی را به خوراک تأمین می‌کند. بارها به اداره مالیه می‌آید، ولی برایش پول برای صرف و خرج باغچه‌ها پیش بینی شده را نمی‌دهند. شاهدان گفتند که از در اداره مالیه بیرون شده، اول با یک چند ضرب کارد خودش را زخمی می‌کند و بعداً خودش را آتش می‌زند. اکنون بعد فوت این مرد معلوم نیست مبلغ او را که مقامات در زنده بودنش پرداخت نکرده او را تا به خودکشی آورده رسانیدند، چگونه بعد مرگش پرداخت خواهند کرد. گفتنی است این گونه حالتها در تاجیکستان با سبب قلابی حکومتداران زیاد رخ می‌دهد. ده‌ها حادثه به سبب رویانیدن نتوانستن حق خود را آتش زدن و از بلندآشیانه‌ها خود را پرتاب کردن شهروندان رسانه‌ای شده است. 3 منصبداری بلندپایه ناحیه مسچاه در پیش چشم مردم بعد از نصف روزی 6 ایون در باغ فرهنگ شهرک بستان، مرکز مأموری این ناحیه به همدیگر زن و زنی کردند. طور سامانه اخبار اطلاع می‌دهد شاهدان حادثه گفتند مناقشه اساساً بین رستم زاده رهبر دستگاه حکومت ناحیه مسچاه و مدیر شعبه حفظ محیط زیست این ناحیه حسن خواجه شاه خوجایف صورت گرفته، شاه خوجایف رستم زاده را لطوکوب کرده است. سردار ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت حکیم زاده عبداحد قربان، پسر 30 ساله رئیس ولایت ختلان قربان حکیم زاده نیز در اثنای زنازنی همراه شاه خوجایف در باغ نشسته بوده است و گویا او هم در این مناقشه همراه شده است. طبق منبع خبر چند روز پیش شاه خوجایف داماد رئیس دستگاه حکومت ناحیه را برای بریدن یک درخت جریمه بسته است و رستم زاده از این خبر یافته در حالت شیرکیفی برای رزبار به جستجوی مدیر شعبه محیط زیست افتاده، او را در باغ پیدا کرده است و برای جریمه بستن دامادش در پیش مردم دشنام و حقارت‌های قبیح داده است. شاه خوجایف در پاسخ از گریبان رئیس دستگاه حکومت ناحیه گرفته او را لطوکوب کرده است. تفصیلات دیگر این مناقشه دسترس نشده است. یک بانک معروف تاجیکستان گویا با سفارش حکومت از کارت‌های مشتریانش از 50 تا 100 سومانی برای آبادانی پول می‌گیرد. حداقل 3 نفر با این دزدی روی راست روبرو شده، یک نفر دیگر از کارمندان بانک هشدار گرفته است. 2 خواننده پیام اطلاع دادند که این بانک در ناحیه اسفره از کارت‌های بانکی آنها بدون آگاهی 50 سومانی از هر کدام برای آبادانی شهر حذف کرده است. ما از منابع این خبر طلب کردیم که عکس رسید حذف مبلغشان را فرستند تا به دست ما رسیدن عکس رسیدها ما از ذکر نام بانک خودداری میکنیم. یکی از این کاربران ما نوشته است وقتی به بانک برای پرسیدن سبب رفتم یک زن دیگر با آنها بحث میکرد که چرا بدون اجازت پول مرا گرفته اید.
کارمندان بانک پاسخ دادند که اگر این کار صورت گرفته است پس با سپارش صدارت بانک است و باید به آنجا مراجعت شود. کاربری دیگری پیام خبر داد که یک کارمند بانک که از نزدیکان مادرش بوده است به او زنگ زده آگاه کرده است که اگر در کارتش پول داشته باشد هر چه زودتر آنها را نقد کند، چون از هر کارت وابسته به حجم مبلغی وجود داشته از 50 تا 100 سومانی گرفته ایستادند. نام 2 نفر از این کاربران نزد ما موجود است و با خواهش خود آنها ذکر نمی شود. از تماشابینان گرامی پیام تیوی خواهش می شود اگر با چنین قانون شکنی بانک های کشور روبرو شدند به ما اطلاع دهند. تماس با ما توسط پیامک رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام با رقم 49 151 646 15 947. احتمال می رود میانه های ماه ایون اجازتنامه رقمی که به خاطر جلوگیری از پهنشوی کرونا ویروس در مسکو جاری شده است بیکار گردد. مهاجران نیز بعد بیکار شدن اجازتنامه رقمی می توانند بدون گرفتن اجازتنامه در شهر گشت و گذار کنند. در این باره اگنت اطلاعاتی روسی نووستی با تکیه به گفت شهرداری مسکو سرگئی سابیانین خبر داده نوشت که هفته آینده در رابطه با چاره‌های محدود کننده در پایتخت قرارهای داخلدار قبول خواهد شد. طبق اطلاع منبع انتظار می رود که از 15 ایون گشت و گذار در مسکو پایتخت روسیه آزاد می شود. اگر شهردار در دقیقه های آخر یگان تغییرات وارد نکند، خبری بیکار کردن اجازتنامه ها امروز اعلام خواهد شد. پیشتر شهرداری مسکو سرگئی سابیانین گفته بود که هفته آینده در رابطه با چاره‌های محدود کننده در پایتخت قرارهای داخلدار قبول خواهد شد. رجای خانه‌نشینی در مسکو به خاطر جلوگیری از پهنشوی کرونا ویروس آخر ماه مارس جاری کرده شد. طبق فرمان شهردار در پایتخت همه مرکزهای خدمت رسانی، طربخانه‌ها و آشخانه‌ها بسته شدند. پس از بهتر شدن وضع اپیدمیولوژی روسیه، مسکو یکی از کشورهایی خواهد بود که کرانتینه را تمدید کرد. از میانه‌های ماه می فعالیت در ساختمان‌ها و برخی از تشکیلات‌های اقتصادی آغاز شد. در برابر این به ساکنان پایتخت اجازه گشت و گذار داده شد. موافق آخرین معلومات رسانه‌ای شده تا 7 ایون در روسیه 467,000 کس مبتلای کرونا ویروس شده، بیش از 226,000 نفر از این بیماری شفا یافتند و 5,800 کس قربانی این وبای عصر شدند. تعداد بیشترین مریضان کووید 19 در مسکو 195,000 کس به قید گرفته شد. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت لطفاً پیگیری کنید. تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.